20 روز پیش در پی یک صدمه автомобили ماشین وز 2107 با 5 تن از مسافرانش به چقوری بیشتر از 12 متری دریای وخش سر و زیر شد. کارمندان حالتهای اضطراری تنها 2 نفر آنها را نجات دادند. بعد 3 روز این حادثه گروه غواصهای نیروگاه نارک 2 جسد دیگر را از آب برآوردند. جسد نفر سیوم که در جریان صدمه خود را از ماشین بیرون افکنده بود در ساحل دریا پیدا شد. جریان تند رودخانه وخش کاری غواصها را در بیرون کشیدن سبکرو بسیار دشوار کرد. خیلی اونجا بومو приспособление придумать кардим трос қати груз партофтим ки течение да кор кардан намеша. Но я қати мода заявка меша. Меша ки то 15-18 нафар одама муясолда мерори. در هر نوعیو هر خیل گلوبینه هسته چقریش هسته 8 12 15 20 هم میشه ما همونجوره گفته میگردیم. الفت محمودوف غواص با تجربه 20 ساله ختم کرده مکتب غواصهای شهر ورونژ روسیه است. وظیفه اصلی او از نظارت عمق نیروگاه‌های برقی تاجیکستان عبارت است. محمودوف می تواند تا 60 متر به قعر دریا شنا کند. او همه روزه با شاگردانش در ژرف تا 7 متر کارهای سنجشی انجام می دهد. تراس سازه، اوکی؟ من آماده هستم الکه لباسای خود را پوشنم، اما میدانید تنها به بر کردن همین لباس خودش چقدر دشوار است. زیر آب در آمدن این هنوز نمیدونم چه مشکلی دیگر پیش میارد برای من. زیر آب یک هیبت خیلی زیاد دارد و اگر باز چقورتر رویم باز هم کار دشوارتر می شود. این بالونی که حالا در پشت من می بینید و 35 کیلوگرم وزن دارد، در اینجا هوا اکسیژن جایگیر کرده شده است و غواص تنها با یاری همین در زیر آب نفس می کشد. الفت محمودوف کسب خود را دوست می دارد و هر بار نجات انسان به او دست می دهد بسیار خوشنود می شود. اما می گوید در بسیار حالت جسدها را از آب بیرون می کشد و خیلی افسرده و غمگین می شود. بعضا می ترسد. سال 96 بود، مای در لینسکی رایون بود، یک دخترک بود. یک بار خیلی درآمدم داد، ترسیدم وای من می قپل، همین خیلی می شود آدم. همورا چقدر 20 متر در آمده همه قپیده برآورده میشه. این غواص تاجیک برای از زیر آب بیرون کشیدن جسدها هنگام دعوت می شود که خطر در مکان حادثه خیلی زیاد است. او را نه تنها در نواحی اطراف شهر نارک دعوت می کنند، بلکه در هر منطقه جمهوری وقت جسد را از آب پیدا کردن نمی توانند از کمک وی استفاده می کنند. در گروه غواصهای نیروگاه نارک با الفت محمودوف 5 نفر دیگر کار می کنند. اکثر این غواصان جوان دست پرورده های محمودوف می باشند. هر یکی اینها در برابر فعالیت روزمره خود که از تامین تکنیکی نیروگاه ها در زیر آب عبارت است، حادثه های را تجربه کردند که تا دیرگاه از یادشان نمی رود. این سال 99 دخترها یاتش 27 ساله بود، یاتش کلنشون بود، یاتشون اپای همین دختری که بودیدگی بود. خیلی بگیم ترس نیو ونوشه نشیده. من همونجا کمتر چشیده بودم. باید میمون. تنها در سال 2015 الفت محمودوف و شاگردانش حدود 20 جسد را از منطقه های مختلف کشور از آب بیرون کشیدند. الفت محمودوف 2 فرزند دارد و میخواهد کسب خود را به فرزندانش آموزد، مخصوصا به دخترش. او بسیار میخواهد که در بین شاگردانش زنها نیز فعالیت کنند.